الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بشارت به شما برادران و خواهران روزدار، آیا شما میدانید که یکی از دروازه های بهشت ریان نام دارد که از آن تنها روزداران وارد بهشت می شوند؟ این چه بشارت بزرگی است. در حدیثی که آن را بخاری و مسلم روایت می کنند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهشت دروازه دارد که به آن ریان می گویند. روز قیامت فقط روزداران از آن دروازه وارد بهشت می شوند و غیر از آنها کسی دیگری از آن وارد نمی شود. روز قیامت ندا کرده می شود که کجایند روزداران؟ پس آنها برمیخیزند و از آن دروازه وارد بهشت می شوند و غیر از آنها کسی دیگری وارد نمی شود. بعد از آن که روزداران وارد می شوند، آن دروازه بسته می شود و هیچ کسی دیگری از آن وارد نمی شود. روایت بخاری و مسلم. برادران و خواهران روزدار، این روزهای رمضان که هر لحظه اش وقت اجابت دعا است، دعا را بیشتر نمایید. برای مسلمانان روی دنیا، خصوصا برای جوانان این امت که رو به فسادی آورده اند، خوب دعا کنید تا خداوند آنها را به صلاح بیارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.